در دانشگاه مریلند دانشجویان میتونن زبان فارسی یاد بگیرند. بیشتر دانشجویی که در رشته فارسی شناسی درس میخوانند در برنامه فلگشیپ هستند. در برنامه فلگشیپ دانشجویان همصحبت دارند که میتونن فارسی حرف بزنند. هر ماه با فرهنگ ایرانی آشنا میشند. در فصل تابستون دانشجویان فلگشیپ کلاس‌های فارسی دارند، ولی در تابستون 2010 دانشجویی که در سطح بالا بودند به کشور تاجیکستان رفتند. اولین دانشجویی که مصاحبه کردم دن بود. دن واینینگر در دانشگاه مریلند درس می‌خواند. او در دپارتمان فارسی شناسی کار می‌کند. بله، البته من احساس میکنم که بعد از تاجیکستان فارسیم خیلی بهتر شد. به این استادمون که مثل مادر بزرگ ایرانی بود و خیلی باهوش، خیلی خوب بود و همین بین خانواده‌ام که تاجیکی حرف زده بودن، ولی من تونستم به زبان فارسی ایرانی حرف زدم، پس خیلی خوشحال بودم که این فرصت داشتم، چون که دونستم قبل از که رفتم فارسیم خوب یا بهتر خواهد شد و واقعا احساس میکنم که حالا وقتی که من توی آمریکا هستم فارسیم خیلی واقعا بهتر شد. دومین دانشجو که مصاحبه کردم کایل فایفر بود. او زبان فارسی و فرهنگ ایرانی خیلی دوست داره. من از میدل سکول اسپانیا یاد گرفته بودم و کلاس مورد علاقه‌ام بود و میدونستم که میخواستم تو فیوچرم با زبان‌های خارجی کار کنم و همین فارسی انتخاب کردم. فرهنگش رو دوست دارم، مردمش رو دوست دارم. سومین دانشجوی امیلی سپراو است. امیلی فارسی شناسی درس میخونه. خیلی خوب بود. یه چیزی خیلی دوست داشتم زندگی با خانواده تاجیکی. اونا خیلی دوست داشتم چون که خیلی تمرین گرفتن. هر شب صحبت کردم با آنها، خیلی تمرین گرفتم و بعضی وقتا همه دکترها و زنها از محل من قسمت شهر که خانواده‌ام اونجا زندگی کردن، همه اون دکترها و زنها به خیابان آمدند و با هم صحبت کردند و اون وقت خیلی خوب بود. آخرین دانشجویی که کشور تاجیکستان رفت راب بود. تاجیکستان خوب بود. من ترم تابستان پیش رفتم و برای 2 ماه فامیلی دیگه زندگی میکردم و هر روز کلاس داشتم، روز دوشنبه تا روز جمعه